هلو گایز، خوش اومدین به این ویدیو با من ایفان و کت کینگ گربه خر بازی ووبی لایف. آره، این یه داستان چرت و پرتی اولش داره، اینو باید میگذرونیم بعد بازی شروع میشه. اینجا داریم بازی میکنیم، بنده خدا گیمره. بعد یا ننه میاد تو میگه پوفیوز روز کار چند روزه بدون کاری، بی شرف یه ماه کار نکردی و مثل یه جشنی رو به رو باید بره پول در بیاره. میبینی که داگی چیز نه بابا میخواد لگت میزنه و بیرونمون میکنه. به 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 پرتمون کل میفهمیم. این داستانش که حالا هست دیگه. خب بازی از اینجا شروع میشه. بعد ما بابا توتوریالش چرا زد؟ توتوریال نمیخوام بابا، ورم کن. توتوریال نمیخوام. گوه خوردم توتوریال زدم، نمیشه قطع کرد توتوریال تو. حالا ولش کن. آره، بعد باید با این صحبت کنیم، کار بگیریم، پول در بیاریم، اینجا داستانا. آره هلو. خب آقا، داستان بازی از این قراره که ما باید بریم کار کنیم. آقا پول ما رو پس بده. من دوباره بچه کسی که جوین پارتی اون یکی میشه پینگش میره بالا و پینگتون وقتی بره بالا به این معنیه که درست نمیتونید رانندگی کنین. رانندگی کردن کنکله. راننده ما در بیشتر جاها باید گربه خر باشه. کت کینگ حالا شاه گربه نیستی. ببین حتی میتونی شاه گربه هم باشی ها، نمیدونم. درش همون ازت بر بیاد شاه گربه باشی. اینجا باید جلو تحویل بگیریم. باجی نمیتونم صاف راه برم. تو مپ خودم میدونم چی اوکی بود، ولی تو مپ سلطان ابولی ریدم. دیگه ببین من که پینگم بده دیگه، ببین چه اوضاع من خراب میشه. میام تو مپ جا شیرینیه رو یا چه قاطی کیو مغزم. تایم نداریم بابا، گیر کردم. بیا منو ببین، بیا منو نجات بده. وایسا دارم. What the وایسا بیا تو مغازه. بگاه منو. من الان تو رو گردنم تو میزه. تو بردار بیار، من ریسپان میدم. خواهش باید بزنی ریسپان بود بچه ها. مگر نه هیچ. حالا اینکه باید بگیریم این ژله رو که خودتو به درد نخور بگیر دیگه. ژلهش خرابه. من یه بار دیگه هم خواستیم این ژله بنده خدا رو ما چیز کنیم. بابا درشو ببند. درشو ببند. در داره درشو کندی. تو خیلی اسکلی. یه جی تی افتادم. بریم. نزن بابا، خیلی بد میرونه. خیلی اصلا فرمون 2 ساعت بعد این که من کیبوردو چیز کردم. کامینم هم مچاله شد. بریم تو پیرمرد. من قاتل پیرخرام. بچه اینم یه پیرخر دیگه است. تامنیل پیرخری بگیریم. بابا ریدی تو این پیرمرد رفت تو. این هم شد تامنیل بچه. تامنیل پارت اول ژلاتین واسه پیرمرد ژله خور. $10. چه کنیم آدم ما اینو؟ حاجی پولدار شدیم. $10 600,000 تومان پول نقد. شاید واسه اونا پولی نباشه، واسه ما خیلی پوله. کلم گیر کرده. این خونه فروشیه. خب بانک کو؟ بابا بانک الان کجا گیر؟ یه دقیقه بیا. نه یا برو خونه رو بخر. بابا این ماشینش قابلیت پولگذاری نداره که. آها بیا want it بذار بچه ما مثل بعضی گرگ نیستیم پولم یه رو بگیریم. ما هم کاری داریم با نستس به دیگه هست شد. آیسا بذار پولم میگیرم. یادمه اون دفعه یه بار شوخی بود دیگه برای در ویدیو. آره اصلا قابلتو نداره. بانکا رو حذف کردن توی بازی. اونجا بانکی پیدا کردم جا نبینم. ابولی به ابوالفضل بخوای جفتش رو زدم اینو میبندم میرم. پوفیوز
تیک آف حالیدی؟ هر پول جو $10 $10 آه بده من برونم درست پینگم بده ولی بده من برونم. بریم بچه اون موتور سوار اونو نگاه من باید بریم. شغل پشتمون ای بابا شغل سلام عشقانم. پشتمون برو پشتمون وای این سه هم برو من پشتمون برو کموده شغل نیست خونه است بابا اسکل. شغل میتونیم بریم اونجا. بیا بریم اونجا. میتونیم بریم اون تو نمیخوام من بیام خب بیا بریم. بیا شاید توش کادو باشه بیا هست قطعا بود باشه. داش با نمیشه که بابا احمقی تو بنده خدا. وای راست میگه بازه. اوفله داداش بیا سوار شو نخواستی. میری آبا این چیه؟ دیدی دلپیچ هم بیجا نبودن. وای نمیدونم چه اینایی که پشت موتور وسپان اینجوری کسکله خوزی در میاد. اینجا فکر کنم شغل که نیست بسا این بریم پیتزا. آقا میریم کارت نباشه. دیدی دلپیچ پیتزا بچه بهترین بیجا شغله. نبودن. وای ننه زنم منو اونو میزنه. نگاه چیکار داری میکنی؟ پینگ بده دیگه. ریتو برون ور ایواش پیر خر پا واسه. خب بابا موتورم من تازه خریده بودم بابا یه بار هم دست تو سفر بابا جلوش درستش رفت. میکنم مراد بابا. گیره جلوش رفت بابا بیا همینجا جلوش نگاه. چراغ قبلش هم دیدی؟ رقباشم که دمت گرم. بیا من ماشین وانه تو حاضر میکنم بریم. آره تو حاضر کن یه دقیقه وقت داریم. بدو میخوای من برونم؟ نه پیتزا رو بیار. راست میگی باید پیتزا رو اونجا بیار. بچه ابولی بنده خدا اون مشکل کمبود مغز داره. پرچم کجا باید برم؟ پرچم پشتمون او از رو پل باید بگذاری برو رو پل بگذارش من نی؟ رو پل آرومش وحشی رو پل آقا باز کن واربیک My name is W بابا ریدم تو این پینگ. البته پینگش بچه ها ایش کنم فکر نکن کوره نه کور نیست پینگش بده واقعا میپیچم 2 دقیقه اصلا لگ داره میزنه معلومه تو ویدیو من عقب جلو میشم یو. برو تو رو خدا جانمون گیر نکن بابا جای گیر کرد نمیرسیم خیلی دوره. بذار الان بهت میگم بابا دریاست اصلا اینجا دریاست. از کو برم بالا چیه؟ دریا یه جا انداخته که عمرن نمیرسیم. وای حاجی یه پل بود تو خرون پل رو رد کردی بابا نمیشه ولش کن. خب بیا بریم پیتزای بعدی بریم یه بار دیگه پیتزا بگیریم. این دفعه باز من میرونم چون گاوم. بابا نمیره بالا چرا؟ بنده خود کت کینگ رو ببینه شهید شد. کجا؟ چرا خوب نمیشی؟ کجا؟ چرا خوب نمیشه؟ من سفر میمیدم چیکارت کردم؟ سوار شد آدم سوار بای تو کس خود نمال کار میگردم. من مردم افتاد ولی خب مهم نی. بار بعدی رو میگیریم درستش. حال کردی؟ برو کار بعدی رو بگیر. ماشین یه ماشین رو بردارم شکست ولی حال کردی. پرتت کردم هوا دوباره سوارت کردم. زن داشت پیتزا رو نزدیک بده دمت گرم. 2 تا پیتزا رو از این دفعه بده 2 تا پیتزا. او مای گاد ولی یه مقصده معمولا. من یه بار واسه کارگر بردم. کارگر بودم بنده خدا. بیا برو میخوای بگیریشون؟ چیکارشون کنم؟ باید بگیرمشون. راست میگی. کجا باید وایسا میخوای ولشون کنی خود سوار شی شاید نیفتاد. سوار کامیون یه کامیون بزرگ. آی وای کمک
خب شهر در خطر از دست من. وای آخه تو یه دقیقه من چجوری برم اونجا؟ دهنه بازی چجوری؟ تیک آف میکشه. آخه. وانه تیک آف که شاید دیده بودین. بابا وانتش مشکل ناموسی داره. یه دقیقه اکوره خب میخوام من این کارو بکنم دیر میشه. از یه رانندگی ها بیا بزنیم به عهده تو. فکر خوبیه. آی پیتزا فروشی رو دیدی؟ بالا چیزه. آره باید بکش وانت پیکان ماشاءالله. چو اصاف میره. بازم نمیرسیم که. آی یه برو نه رسیدیم همینجا پکار آشغالی بود. برو عقب همین کار دلار. خب خدافظ. پولتو کو صاف افتاد پشت وانت. صاف افتاد پشت واسه منم ببر. واسه منم ببر. بیا همینجا کایه بابا. بیا همینجا یه بار آشغال جمع کنی بگیریم. نه من بار آشغالی نمیگیرم. نه من بار آشغال بالاخره که باید این کارو بکنیم. بیا بابا همینجا پولامونو میذاریم تو بانک بریم آشغال جمع کنیم. بابا کار بزرگ. هر دو پولا رو نداره یا پوفیوز. مثلا آشغال جمع نکن دیگه. بابا اذیت نکن. اذیت پوفیوز. من بودم رفته بودم تویشون نمیتونم راه برم. برو سمت آشغال جمع کن. بگی خب یه جارو بگیر برو. بچه ما مشکل مغزی داریم. نمیتونیم این آدم سوار ماشین شه. بس سلام آشغال. میخوام آشغال جمع کنت بشم. جیه بینجا بینم. میشه هر دوتامون آشغال. بیا هر دوتامون این دفعه. نه پس بذار من میرونم. سواش نه بابا سوار شدن حال نمیده. مثل این برو اینه ایران. اینه ایران. رید ایران شد سیرفتم. این ایران اون ایران قبل نمیشه. آخه بنده خدا واقعا اینجوری وای میستن. خدا گناه دارن. بعد مردم چی کار دارن؟ ماشاءالله تموم شد کار. بریم سراغ تاکسی رانی. اسکول شهید شدم. کارو کنسل کن. ببین دکمه سی باید بتونی کنسلش کنی. با سی نه. بیا من کردم. الان من هم خب وایسا چجوری وایسا دکمه شو اومد. آها بیا تاکسی شدم. من چی؟ تو نیا. تک سوار ماشین تاکسی شدم. تاکسی ران شدم. اوه سوار یه شغل باید بشی. بعد دکمه سی واسط میاد اون بغل. با سی مثلا میتونی تاکسی سوار ماشین شو. اما کمک. داداش این تویی؟ آره من دارم میرونم. نه اینا مسافران بنده خدا. خداحافظ آقا. بله بچه ها داریم اسکیت سواری با ای بابا سوار ماشین شو. بیا وقت ندارم وایسا. من تایمر دارم. بیا اندقب بگیر. بذار من بار بعدی رو بگیرم سمت تو. اتفاقا همونجا وایسا دارم میام. بیس تاکسی بیا برو. شیر روانی. برو آیا نه داداش نکوب شما رو. بده بابا بگیری اندو. ای خود ولش کن بابا. من باید بارم برسونم. 5 داست یه دونه رسوندم لعنتی. آی جان تیک آف رو ببین. ماشین به چیز رفت. ای بابا ماشینمونو خدا کج کله دو. چه شغلی گرفتی؟ نه هیچ. شبا که ما میخوابیم آقا پلیسه بیداره. FBI بیدارم. بابا ماشین رو نگاه. بابا کلم گیر کرده. آها دست درد نکنه. فقط ماشین نکن. دود سیاه داره میکنه. دود سیاه فرصت نزن دیگه. بابا دود سیاه دارم میکنم. میترکم الان. هر لحظه ممکنه نکن FBI
افریز مشت میره افریز دوتی کرد آی یه دقیقه آه بابا برو افری اوپن آف کجایی تو کجا داره میریم چیکار میکنه ای یک کلمه میزنم تو سوار تاکسی ببین یا من کار میکنم یا تو هم کار نمیکنم تاکسی بیشتر قدرت داره تاکسی بیشتر قدرت داره پوفیوز بذار کارگری کنم. یک کلمه تو رو حلالت میکنم من جام کنسل شد آقا بیا بریم یه جا با هم بگیریم خب سوار ماشین تاکسیشو بریم بگیریم. سوارشو بریم کار بگیریم. رانندگی من چون بهتره من با رانندگی کنم. شبه بریم بانک بزنیم بانک کو. آره دیگه همین باید بغلا سیزا بود. مارکش کنم اینا بیا اینجاست ولی این دفعه این آدم میزنیم ها. آی اولی به تقت رو اندازم میکنم تامنیل پارت 2. اه خب بذار کامل شد فکر کنم بابا اصلا کامل شد آقا دزده کو. ابول اتوبوس بانک کیو جایی. ببین. بیا جای تو چجوری رفتی اصلا اونجا آخه بیا دیگه دارم میام نیومدی صحنه رو از دست دادی. کجایی نشد. حساب بانک بانک اینجا کلتو ماچ میکنم یه دونه والا یه جا دیگه داره بانک. کلشو ماچ میکنه. نه میکنه پشت من برم. موسش شد جان شما داداش موسه تو کونت. هی بیا نحمد ابولی ببرم. ابولی در واکن میز اتوبوس رو اندازه پراید شده انقدر جمع شد. حالا پیاده شو همون توی یادا حال میده رایل پیاده شدن اون وقت چیه؟ خدافز. دیدی دل پیچه هم بیجا نبودن وای ما ابلی بابا این چی اسکلو ای پوفیوز آی کلم بابا یه دقیقه بایستا اتوبوس بوش خدافش با اتوبوس. اتوبوس من چراغ داره 4 تا چراغ داره. من میام دنبال اتوبوس تو ابول چی اسکول ها ابول اسکول بیا دنبالم ابول اسکول. دارم میام جایی ابول اسکول چیه؟ ابولی جیگر من وای جیگر من. حالا تو چیکار میکنی دقیقا کار بکنه. آی ضربه فنیم کرد. یه دقیقه بسین یه دونه آمتی بشینی بس نه راه میفته الان وایسا راه می شهر بازیه و بیا من مردم بیا بریم چرخ فلک چرخ فلک زده. باید بریم توش وایسی. نمیشه چرا باید بریم توش وایسی. چرا نمی دکمه داره این بنده خدا مایا خلاشی. بیا دستم گیر کرد منی که بغلش کردم دارم میرم بالای بالام رو آسمونام حسی که دارم
خب بیا بریم بانک. احمد بریم بانک بزنیم. بریم اصلا. بانک بزن. انگی شب و دیگه آقا مردم. پلیس و نصفشون برو این خوردن. اسب بنده خدا آقا دوزه. باید بید با هم بریم. من نمیتونم برم. راریو چقدر دوری یه از اتوبوس. من. احمد اینجا کجاست؟ بیا. دارم میام وایسا. WW. What the fuck. دیدی خونه بچه اینجا خونه وارویکه و همچون که میبینید از آرم دم درشم. او اینه WW وارویک بچه لیگ پلیر میدونن چه سگ پدری. آجی عجب. این منشی WW جون بابا. اینم میز غذاخوری WW. اینم گیتار W What the fuck bitch. نه شو قبول. بچه یه آخه افو بزنین یه آهنگ خیلی ریزی میزنه. فکر نکنم شما این چیه؟ نور میده. ابول اینجا یه چیزی داره نور میده. اینجا نیا اینجا نیا. کتاب WW کتاب WW فاضلاب داره توضیح میده. بعد میگه تو چاله نرو، از بغل چاله برو. بعد میگه چی میگه؟ گو میخوره. میگه تو آب نپر. ببینید کتاب چرت و پرت لوله کشی دارم میخونم. پوفیوز. اومدم خونه جوشقان اینجا. اومدم خونه WW گرامی بود. آره بچه ما شخص اولیم. ابولی آجی دل و رودم قاطی شد. چه گویی داری میخوری؟ من میخوام WW تا خواب WW اینجا. نه تو جای WW خوابیدم. ای بابا عشق من شب پیدا مونه خیلی تو گوی خورد. آها این پشتی اجازه. من دارم همون میکنم. بیا نه جوستم بخور اینجا میخوام برینم. من میخوام برینم. ولم کن دشوی دارم. آها تق اندازی نکن پوفیوز گی. وایسا خونه WW بازم چیز میذاره. اینجا دفتر کار رئیس جمهوره. رئیس ابوله کلیتو بیار. کلیتو بیاریم. کلیت من پیدا کردی. کلیت آقا کلیت اینجا. کلیتو یا فیتم فقط چجوری باید بیارمش؟ کلیتو ولکن. کلیت چه گویی داری میخوری؟ کلیت او کلیت فقط این کلیت تو اون بیا آقای باربی خونتو پیدا کردیم. کلیتو صندوق بعد بریم. آی لباس شاهی پیدا کردم همین پشتت کادو. او گفت صندوق افکرم باید این گفت صندوق رو ببریم. نه این خونه خود WW نیستش بابا. سر کار یعنی بنده خدا. واسه این اتاقش هم بگردیم. نکن این اتاق خواب زن WW یا بچی WW. اوه چی شد؟ چی یافیتی به ما نمیگه؟ بچه کل خونه یا WW زیر رو شد. بس دیگه واقعا بیا بریم بانک. صبح شد. بیا اینجا. کل خونه شو من گشتم چیزی نیست. چه ساز خوبی بود. سازه رو زدم. افو میزنی آهنگ مینوازه برات. الان تو کجا داری میری؟ بانک اون بانک اومده. ببین، طرف اومده. این چه سراتی و چی اومدی؟ من WW هم بو کرد. WW بو کرد. بریم برو بسا این ورم با این باید گو بخوریم با این. سلام. نه تو فاین باید ای بابا مجبوریم حتما توضیح میده بهت چی کجاست.
دارای آقا. 2 تا نگهبان اینجا. کلیته رو یادت نره. مجهز- کلیته رو یادت نره. مجهز به لیزرهای پیشرفته. کلیته رو یادت اعتماد نره. من داشت. رفتم. وایسا دارم میام. وایسا تو چیزی از من افتادی جلو پوفیوز. دست درد نکن. به این دلیل گفتم من پینگم بده. آی دست اما درد نکن. بی ترایی بدین این آدم ببینیم. خب تو این آدم نمیری. باید صبر له کنیم. صبور باش. آره صبور نخوین دزدی. مگه تو یه زمانی دوز نبودی؟ خب بیا دیگه هم پدرت کاری میکنم. خفه شو کونی. نمیخوام برم. آی بابا چرا من فهم مردم؟ بابا پیگم بده. نه داجی دقت کنیم جدا آدم باش. من که داشتم میرفتم. دفعه قبلی حالا تو افتادی یه بار من افتادم پوفیوز. آدم باش دیگه. آه سر الله. بابا یه بار تو میزنی یه بار من، خود نزن دیگه. تو خراب. بابا یه دقیقه وایسا تو سری میری من استرس میگیرم. بذار من اول برم اصلا. باشه. پوفیوز. من قاطی میکنم تو سری میری. بچه پوفیوز من یه پوف یوزه ها. یوزو پوف کرده تا حالا دیدی یوز. کسی؟ مرسی که گذاشتی من اول برم. بیا آرامش داشت من جا بایستم بخاطر وای لگو ببین وای سنجا. وای بابا تو کلت. میگم بذار من اول برم. نفهم وایسادم نی بخواد تو تایف کرد. خفه شو. بعد لیزره رو بذار اول برم. پوفیوز نکن. گیر میکنم به در و من دیوار. حلاله دکمه میذارم 2 دقیقه بعد عمل میکنه. بذار این بره. بذار بیاد بره. ما رو که نمیبینی. من نمیاد. نه فقط جلوشو میبینی. شدم بیاد. این چرا میذاره دی؟ این دقیقه وایستا من وانتر رو بدم کیلو بدنم بیام. یه دقیقه وایستا. نمیتونی. گرفتنش. نمیتونی. من وایستادم قبول. بابا باید وایسیم. آخه این نمی اومد. این چرا اومد؟ دست درد نکنه آقای وانترای. کینگم بس شد. بذار من برم. آقا نه یا بذار من برم. نه یا حیوونه نفهمه. بیشور زاد. آی رو مخم نرو. یا کلم گیر کرده. بابا پینگم خیلی بده. آزادی کردن مثل میتونی بری خانه بشت. وای خیلی پینگم بده. آی من خب بچه مدیر احمد مشاهده میکنید. نه داره میاد گو اینجا. خورم. تو برو. گو خوردی. من نمیم تو برو. بابا پینگم بده. خب تو هم نفهمی بیشوری گاوی. منم پینگم بده. تو تا اسکال پینگ بد اومدیم این بازی گو بازی. برو. خب ببین اینجا رو گورتو گم کن برو. وانترای برم فقط کلید بیارم. نمیخواد وانترایی بری فقط کلیدو بیاری. چی شد رفتی؟ آره پلیس کجاست؟ وایسا دارم میسم تو برو پایین. واو ندید منو. برو پایین میسم. تو رو دید. بابا کلیدم کی کرد لای در. تو رو انو دید. کلیدم کی کرد لای در. خب چه باید کلیدم گنده ساخته شد دیگه. بابا خیلی سخته. این قبلا نمیچرخید. این بغل آره. نمیدید. ما این بغل امن بودیم. سخته. آفرین. داره میاد. آره داریم میسم. اوکی
برو وایسا الان نمیتونم، خیلی بزرگه، سنگینم هست شده. بگو کیف خره کلید نیست. بابا خب کجا؟ چرا وقتی بهت نزدیک هر کاری کنی این بی پدر میفهمه؟ بی پدر بله. مادر بیزنا. پلیس واقعی حسابشون. سگ پلیسه، سگ پدره. خب بیا این دفعه با هم بریم. وایسا فقط به هر که گفتم انجام بده. نمیذاره. با چرا منو میزنم؟ وایسا اینجا وایسا بذار پلیس بیاد بره. اینجا وایسا، اینجا همینجا وایسا. میدونم. همینجا وایسا بذار پلیس بیاد بره. بیا بالاتر اسکل. صدا چی داره میاد؟ من نمیشنوم. حرف بزن. میشنوی؟ آره حرف بزن الان. ببین حالا ببر. وایسا. ببین ما به درد این کار نمیخوریم. باید ما اینو بگیریم. بابا خیلی مسخره است، خیلی چرته. مگه میشه؟ پینگم بالاست. اگه آفلاین بود تا حالا 30 بار گرفته بودمش. سر آنلاین بودنمون داریم. معرفت بود. خب تو همونجا وایسا من بیام بعد با هم میریم. تو برو، پلیس اومد تو برو. برو باید وایسم پلیس یه دور بیاد بره. این کلیده سخت میشه پیداش کرد. از سخت گرفتش این. بره بیاد یه وایسا. سلام. بیا اینجا پوش آره. جلوی شیشه هم تو رو میبینه. جلوی شیشه بود. ندیدی که. پیچ. بذار از اون آینه رفت بیا بریم. برو خاک تو سره. من قایم شدم. گلو زدم. خب وایسا من بیام. پلیس اومده بدو. وایسا ببین لیزر همشون آف شد دیگه. همه لیزر نشه باشه، فقط لو نرو. باشه فقط وایسا. دفتر بانک پلیس ها. اینجا پلیس هست یا نه؟ بس اینجا چک کنم اگه پلیس هست. من اینجا پلیسه. تو دفترم. دفتر بانک نیست این چیزه. چرا روشن وایسا پلیس نمیدونم. وایسا پلیس اومد. بذار بیا بریم. وایسا ببین نه وایسا پلیسه. تو این راه رو همونجا که میبینی پلیسه. خب دیدیش وایسا. خب میاد میره چیکار میکنه؟ همونجا وایس. با چیکار کنیم؟ وایسا ببین تو گیفت بردار. بگو گیفت داریم اینجا. $30 گیفته. خب حالا فکر کنم مثلا این کارا رو داریم میکنیم $10 چی احمد بیا این کارد مهمه. این مهمه. خوبه دیدیم اینو. خب با چیکار کنیم؟ ببین تو نباید پلیس ما رو ببینه ولی من باید چیکارم بکنم. روبرو نباید ببینتمون. با که این کارته کجا حالا باید بکنیمش کارت؟ اینجا نباید بکنیمش؟ آره کردیم تو؟ خب برو میخواد بیاد. منو دید یا تو رو دید. من گیر که من تو دفتر چیز میمونم. مدرسه بود کلاسه بود چی بود من اونجا میمونم. من کارت نمیبرم. فقط داریم میری کلید داری میزنی حواست باشه این پلیس منو چیز نکنه پیدا نکنه. ای بابا چه گیر میکنه میچسبه در دیوار. خیلی بد گیر میکنه. نرو احمق. گرمه. رفتی؟ پلیس اومد. درو پلیس اومد. آی ده بودو بردیک دارمت. یه دور بزن. وای دود میخوای واسه من لیزر رو نمید. وایسا برو بیشرف. کلیدو بگیر بابا عمولی دید ما رو. پلیس من دلش رحمت نبینه. تموم شد. ای بابا چقدر تیکون خوردم. بدم اون توسو به درد نخور. داریم کجا؟ اینکه اتوبوس به تو میدم. آره خب ببین
وایس یه جا رو مارک کنم بعد بریم. بس یه تاکسی اینجاست. بریم تاکسی. بریم تاکسی رانه. فقط نه با این ماشین، خدا کنه ماشین بهمون بده. آها فیل جاب شدم من. چرا؟ دوباره برو بگیر. نه فکر کنم من بهت گیر کردم چیز شدی، پرت شدی. بیشرف. بیشرف چیه؟ بود سرعتی برو سمت مقصد بود و یعنی میخوام نیتروژنی بری. وارویکی داره میاد. ریدی واجی من داره لگم بیشتر میشه. واسه این 2 قدم را ما تاکسی گرفته بودیم. گوش شد. پول تو بگی و تو پند نده به اینا یاد میگیرن. مثل ایرانی خصیص بندی پول ایران برو کنار دوز دریای بیشرف قرمز. دوز دریای بیشرف قرمز چیه دیگه؟ دوز دریای صورتی اینجا بود. بابا تصادف کردم ماشین شد هم قیافه تو. ماشاءالله کوراست میره بالا ماشین. آره با چیزش خیلی خوبه، تاکسیش خیلی خفنه، ولی کلم گیر کرده. میدونی چی میگم؟ بالاخره اونجا دادی. این چی دیگه؟ وای ماشین قور شد. واو لگو ویار بد لگ. بچه لگه نت نیه، بازی مسخرشه. 3 تا دیگه منم 3 تا مونده دقیقه. $8 فقط تلون در آوردم. The fuck. بابا یه پسر که کورو دارم میبرم این بار دود کرد ماشینم. شل دود شدید دود کی کرد ماشین چرا بدارم؟ دوده میگه آماده باش. دوده میگه هر لحظه میخوان داره برم تو شورته. آره اوی بچه لطفا بقیه ویدیوهای من دیدن ماشاءالله با سرعت و سابسکرایب فراموش نشه. 2 تا تیک آف میزنه. بله راست میگه دیگه بچه. این چنل خیلی پیشرفته شده و ما داریم جون میدیم، شما نمیدین چه بلای سر ما اومده تا جوین شیم. آقا شما اصلا یه دقیقه ببینید این ویدیو رو، لایک بکو بالا واسه لایک بکو بابا. 2 ثانیه اصلا تا من مسافر رو میرسونم تو برو لایک کامنت سابسکرایب با بذاری. 10 تا کامنت بخوریم، 10 تا کامنت بخوره یه راز خوشگلی هم از آقای کاتکینگ برملا میشه. بابا همه خوشمون میاد بابا، میخندیم دوره. حتی میگه به هم نخندیم نه چی میگه؟ آره به هم نخندیم، با هم بخندیم، ولی ما به هم میخندیم. من تمام شد جوابم. حاجی من یه دونه پولم کو پله کو با درو پول برم اون ور چیز. ای خدا پله کو احمد پول به حسابت میده. تاکسیرانی چیز بابا. خب بذار شغل بزنم بگیرم. 40 ثانیه فکر نکنم بار آخر من نمیرسم. هنوز احمد تاکسیه. بابا اینو خیلی دور انداخت هرومی، خیلی دور انداختین یه دونه رو. مسخره بازی ها چیه؟ باید یه کو مرم. برو بابا با این ماشین خراب. آخه با این ماشین هم که مسیر رو میندازن بی پدر مادر. نخواستیم. $17. برو بابا نخواستم من مسافر کش نمیم. سواشو بریم بابا نمیشه آخه مسافر کشی هم. بذار یه ماشین دیگه تست کنم. بذار این تموم شه پول اینو بگیرم. بابا بیا گنج پیدا کنیم. بابا یه دقیقه وایسا گنج گوز پیدا میکنی. یه دقیقه بذار دوباره مسافر کشی کنم. اگه این دفعه نشد میریم سراغ گنجو که میریم. گنجم نه دیگه بیشور نباش، دنبال من بیا با هم بریم مسافرای منو ببریم. بعد نمال نه آره نمال میشه نمالی. او تو داریم میمالی این آدم. آی بذار من پیتا میرسونم. ماشین همون نگاه، ماشین منو نگاه. نمال دیگه پوفیوز. گو شد ماشینم. همین مسافر اول شد مسافر آخرش. بابا
نمیخواستم اینجا باشم. خب وایسا میگم وایسا نماد پیتزامو برس. یه ضربه زد ماشین قول وای شد بابا شبیه پیکان مال 7 چیز هستن. پیتزا رو باید برسونم ساختمون. برو برسون به من چی نمیتونم برم تو. what the من fuck. مرتی که فوکل باید میرسوندم ریدم تو قیافش بابا حاجی، این ریدم خیلی تو این سم بود. بازی چرا پول من کو. باید از این تا طریق این بود دوشکایی که میپرم میرفتم. درک خب نمیرسم این وانتم. دفعه هم نمیرسم بابا سوارش هرومی پیتزایین. ریدی یه جوری ریدی تو برو بابا یه بار دیگه کار تاکسی من بده من این کار رو باید کامل کنم نمیدونم تاکسی رانی لباس میده ماشین منه نمیدی سواشم. بابا نه. لگم اگه لگ نبودم 3 بار تا حالا تمومش کرده بودم تو اگه تو مپ من بودی بهت میگفتم چه خبر بازی منم پینگم بده. و تو کلا پینگت بده دیگه وای. میمونی تو پینگ من تو مپ من تو ضرر میزد چیز میشدی سختت بود من راحت بود نمیتونم سوار شم. بابا من یه 30 تا پول دارم. من آقا ببرم بزنم تو حساب نمیذاره. نمیشه اینو نمایشی. کمک موتوری منو برسون. ای جان سلام. دفاک هی جان سلام این دیگه چی بود رفتی با موتوری رو کار اوه چه بندری داره میزنه کرکر. داشت بریم من دیگه پولامو برسونم بعد با هم صحبت کنم. خب کاش میشه تاکسی هم گرفت نه فکر نکنم آره حال نمیداد دیگه داشت نمیشه. نه خب روزه بری باز تاکسی. بال میشد مثلا سوار موتوره بشی بگی ببر منو اون خیلی داد. و موتوری رانندش حاج خانوم بشه بیشتر حال داد. کوفیوس تو هم که این کاره ای که کیو مرس جفتمون با هم لو رفتیم جفتمون من تا احمد کارشو کنه من 2 تا پیتزا میگیرم که 60 تا بهم پول بده دیگه. من پول نمیخوام پول گیر کرد بابا من ریدم تو این بازی هستن نمیخوام مسافر کشی نمیخوام گیر کرد بازی مسخره چرت ریدم تو سازنده های این بازی تو سا کسخل این تو نشستن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم مردم کیری کنیم بابا پیتزام ای بابا نباید 2 تا بار پیتزا بدی خود انتخاب کنی. مردی که گویه پیکی دیگه انتخاب چه گویه آه نامردیه. یه باید با هم کجا بریم ببرم مردی که بارو؟ گو باید 3 بار رسوندم تقریبا. باید نمیدونم کجا هست. وای پیتزا هام اگه میشد کمربند بعد واسه پیتزا این کار میکردم میشوندم پیش خودم کمربنداشونو میبستم. حاجی لگم آی بابا خیلی لگیم آروم یه تیکه رو. آی ماشین چرا قوری شد. بگو که رسیدم که این WW آها رسیدم. خیلی خوب الحمدلله. شما پیتزا سفارش دادی خوبی؟ چه خبر خانواده خوبن؟ داداش اینجا بانکی نمیشناسی ما یه بانک بریم؟ مثل اینکه نمیشناسه غیب شد دیگه. گفتم بانک یورو غیب شد. خب الان اینجا با چجوری در بیام؟ سلام دادم داداش آی ببین چشم به پول من میشه باشه پولت بیا دنبالم بابا آی یه پول بابا خدا بیا بریم پول برش می‌خوام. کن بیا بریم مثلا بازی ببندیم بریم من می‌ریم، بسه نخواستم خیلی آی، لگه آی. خیلی لگه همون سوپرمارکت بریم میوه بفروشیم 100 رحمت داره به این بازی بریم یه پولو بسنم به حساب. خسته شدم با بازی مسخره چرت پوفیوز
پولی بیناموس ببینم لگی معلوم من دکمه میزنم 2 دقیقه بعد میپیچه. خب یعنی چی؟ رو ریل رانندگی نکن سرعتت بیشتر شه. حالا واسه برو الان ماشینم نیست که میپره. آها گفتم الان نیستش میپره. آی آی پولم آی رفتم که برم. من آها اینجا پول است. پول نی ایتیمه. ATM رو نبودی من نگاه راننده حرفه‌ای داشت. میو دندقب آی. چه رانندگی کردم جون تو. او پول منو بردار. بابا ماشین تو ول کن پول بردار. آها اصافت میخواستی پول منو بدوزی. چرا هیچی موجودی پانک آه. همونشون داد. آقا پول تو سگ اه. میدوزه. وانت من ترکید. فکر کردی به همین راحتی وایسا. الان انفجار زنجیره پیش میاد میخوام انتقالش. نه عجب فیوز پفکی هستی تو. ریدم تو هیکلت. میخواستم ماشینه رو ببرم پیش بقیه بترکنی نذاشتی. به درد نخوری چقدر اصلا من قهرم. من برو کنار ایبونو نگاه کن. برو کنار مردی که بوغی. اینجا کج شد. وقتی که بوغی موتورتو بده من. به درد نخور. موتور رو بده من. بیا با هم بریم. ای بابا برو بیرم اصلا تو. این چه اینجوریه؟ خب کجا بریم حالا؟ در این بازی رو ببندیم بریم خدافزی کنیم. برو یه جایی بریم خدافزی کنیم دیگه. ببریم تو قار. آی ماشینو بده من تو عفو کنی. خدافزی کن دیگه. دو تا دا فقط من. بچه ها این پارت به سر رسید. ما با دافیا یه دقیقه وایسا بابا حیوان کثیف. یه دقیقه بزن رو ترمز. ما با دافیا به مکان رفتیم. نه بزن اینم یه چیز بکنم. حالا یا پیرمرده رو میذارم یا اینو میذارم تامنیل. آره. یا دافی بازی کردیم یا پیرمرد خر رو بردیم. پیرمرد بیشتر حال میده. پیرمرد خر تو پیرمرد ببین بریم بازی من. نه هیچی. آقا لایک کامنت سابسکرایب بوست بغل ماچ دل قلوه اینا هیچ وقت یادتون نره. ما چرا چی شد؟ آره لایک کامنت سابسکرایب فالو همون سابسکرایب. بابا مغزم گوز 10 تا 10 دلار هات داگ خریدم. بکن تو. چیکار کنن این هات داگو؟ هی راستی چی میگم هات داگو چیکار کنن؟ ماشین جلو تو ببین. بچه لایک کامنت سابسکرایب یه دقیقه کنگ جلوشو بگیر. نظر اون خودم که باش میرم. وایسا بزن منم میام. پوفیوز خیلی پوفیوزی. ابولی تو رو خدا خیلی پوفیوزی. بزن منم بیام. نره این توش. وایسا دادم گیتو بیار. تو لایک اون خدافزی که کردی از پفک بیارزشتر بود جفتمون. وایسا بابا ریدم تو هیکلت. فوشت میدم به قرآن. هم فوشو بهت میکشم. آوشو ریدی تو ماشین. بذار من نکن. من نمیذارم. اون مال منه این مال منه. بچه خداحافظ.